میخوام یکی از داستانهای خودم درباره کلاس خودمون صحبت کنم. خب اصلا از خنده میمیرید. خب مثلا یکی میگوزید، خب بچه ها از اصلا معلم در حال درس دادن بود، یکی میومد خبر رو میداد همه. معلم میگفت پنجره ها رو باز کنید، در رو باز کنید. 10 تامون میرفتن داخل حیاط، 2 نفرمون مثلا 10 نفرمون داخل پنجره بودن. نزدیک بود یکی از بچه ها مثلا اسمش فامیلیش سورابی بود، مثلا میگفت یکی گوزیده. بعد من میدونستم کی بوده، یکی از رفیقای خودم بوده، من هی لوش نمیدادم. بعد مثلا میگفتن مثلا یکی مثلا احمدی بود، میگفتن احمدیان، میگفتیم بسم الله این که اصلا نبود. یکی بینامندی داشتیم هی میگفت کی گوزیده. مثلا ما از خنده میمردیم. خب الان داستان هنوز ادامه داره، هی میگیم کیه، هنوزم میگوزن. معلممون میگه پنجره رو باز کنید تا نمردیم از خفگی. یک کیکرم بخوریم. نم 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 نم. هی بچه خاطرات خودشه. خداحافظ بچه ها.